آزادی به اون معنا که اینها بخوان خرابکاری بکنن، این آزادی نخواهد داده شد. آزادی در حدودی که قوانین اقتضا می‌کرد، در حدودی که اسلام به ما اجازه میداد. اسلام اجازه نمیداد که ما آزاد بذاریم که هر کس هر غلطی میخواد بکند، هر توسعه‌ای میخواد بکند، هر کاری میخواد بکند که بکشد به خاک و خون. اگر بنا بود اینها با یک اظهار تأسفی، با یک مثلا نصیحتی و از کارهای خلاف خودشون دست بر می داشتن، حالا چند ماه هست که نصیحت شده است، توصیه شده است، التماس شده است، همه چیز با اینها رفتار شده است و اینها اهل این نیستن که با نصیحت دست از کار خودشون بردارن. باید با شدت باشون عمل کرد. در اینکه بعد که ملت فهمید که اینا خرابکارن، اینها اشخاصی نیستن که بشد باشون با ملایمت رفتار کرد. اینها را ما نمیتونیم بگذاریم که همینطور هر کاری دلشون میخوان بکنن. حالا هم اعتراض کردن که خود شما دارید این کارو نظیر اونها که در پریروز چند از این خرابکاری کردن. بعد گفتم خود مردم این کارو کردن، خودشون ایجاد عائله میکنن، بعد گردن اینها میذارن. اینها میگن خود شما، خود پاسدارها که آمدن، اینها مردم ها چه کردن؟ در صورتی که سر پاسدارها را بریدن، سر مردم را بریدن، بچه ها را چه کردن؟ یه همچین مردم یعنی با اینها نمیشد با آشتی و با مصالحه و با این چیزا با اینها نمیشد رفتار کرد. با اینها با شدت باید رفتار کرد و با شدت رفتار میکنیم انشاءالله.